سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبر تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. سالگل خوجه هستم در خدمتتان. حالا مرور میکنیم به سرخطی موضوع امروز 10 نوامبر. تظاهرات و بینظمی در یریوان، مخالفان سازش صلح در قره‌باغ کوهی به کوچه ها برآمده استعفای پاشینیان را طلب دارند. مقامات تفتیشاتی مسکو بعد 2 روز جستجو فرد متهم در قتل 2 زن و مجروح نمودن دختری 6 ساله را بازداشت کرد. سرتراشان ضرور نشد زیرا موی داماد را در ارتش تراشیدند و یا قصه دامادی که همگی یک روز در بری عروسش بود. برادر ما زنگ زدن که ما را از دکتر از کمیسیای دکتر کمیسریات گذرانده به خدمت حربی بودند. امروز اعتراضگران به بینای پارلمان ارمنستان در شهر یریوان وارد شدند و دستگاه و اشیاءهای اتاقهای وکیلان را شکستند. ماموران پلیس اندکی بعد آمده آنها را از بینای پارلمان بیرون بردند. تظاهرات بی‌سر و سامانی در یریوان بعد آن سر زد که ارمنستان و آذربایجان و روسیه سازش امضا کردند که بر اساس آن جنگ برای قره‌باغ کوهی خاتمه داده شود. این ولایت ارمنیشین قلمرو آذربایجان به حساب می رود ولی خود را مستقل می شمارد و از طرف ارمنستان حمایت می شود. صدها نفر از تظاهرگران خشمگین در مرکز یریوان مخالفتشان به سازش را اعلام کردند و از نخست وزیر نیکول پاشینیان خواستند که استعفا بدهد. شب گذشته قلب بهمنیار، یکی از خوشنامترین ادیبان معاصر تاجیکستان، از تپیدن باز ماند. نویسنده شناخته 66 سال داشت و در منزلش در دوشنبه درگذشت. صبح امروز جنازه ادیب را به دهه غزه پایانی شهر پنجکند انتقال دادند. مراسم دفن او فردا در زادگاهش صورت میگیرد. مقامات میگویند نداشتن عنوان نویسنده خلقی سبب شده است که بهمنیار در آرامگاه لوچاب دوشنبه به خاک سپریده نشود. برای یوسفی با تفصیلات بیشتر. من همین رمان قوطیق رو دوام 10 سال نوشتم. برای ویدا با بهمنیار، نویسنده معروف تاجیک، در نزدیک منزلش در دوشنبه شماره زیادی اهل ادب و نزدیکانش آمده بودند. در گذشت نویسنده را با مریضی سکته قلبی ربط دادند. اما نزدیکانش میگویند بهمنیار روزهای اخیر از مریضی معده اذیت میکشید و تصمیم داشت امروز به نزد دکتر رود. معده کفیدگی میگن نمیدونم، من نرفت دیدنم نمیتونم. بهمنیار از جمله نویسندگان تازه‌گوی توصیف می شود که در ادبیات تاجیک جایگاه و سبک خاص خود را داشت. همتاهای نویسنده شهیر از او به صفت ادیب نام میبرند که نظم را در قالب نثر بیان میکرد و قهرمانانش مردمی بودند. یادم است استاد مومن قناعت در 2 انجمنی که در رئیس اتفاق نویسندگان بودند مخصوصا همین شعریت نثری استاد بهمنیار رو تاکید کردند و گفتند که شعر هم باید همین گونه نوشته شود. یعنی که اگر ما خواهیم که در شعر نویگری کنیم مثل بهمنیار باید ما نویگری کنیم، شعر نویسیم. بهمنیار ختم کرده بخش زبان عربی دانشگاه ملی تاجیکستان بوده. در بخش کینوسازی مجله‌های مدنیت تاجیکستان، صدای شرق، نشریه ادبیات و صنعت کار کرده است. شماره زیادی قصه و حکایه و پوست و رمان‌ها تالیف کرده است. شاگردان زیادی دارد که در ادبیات تاجیک به بهمنیار پیروی میکنند. و تونست قالب‌هایی که معمولی را شکست بهمنیار در نثر، حالا مخصوصا در حکایه، بهمنیار یک سبک تازه در ادبیات تاجیک به میدان آورد. بعد پخش خبری در گذشت بهمنیار در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های برخی است که چرا جسد او را مثل ده‌ها شخصیت معروف تاجیکستان در آرامگاه لوچاب به خاک نمی‌سپارند. پیوندان بهمنیار میگویند نویسنده توانا قبلا وصیت کرده بود که او را در پهلوی قبر مادرش در پنجکند به خاک سپارند و همین طور هم نزدیکان و دوستانش با ماشین حامل جسد بهمنیار راه به سوی دهه غزه‌ای پنجکند گرفتند. کمیته تفتیشاتی در ولایت مسکو نوار بازداشت مجری گمانبر در قتل 2 زن روس و زخمی نمودن کودک 6 ساله را نشر کرد. کشتار مادر و دختر او که کارمند دانشکده اقتصادی روسیه می باشد روز 7 نوامبر در منزل زیستشان صورت گرفت. وضع سلامتی کودک زخم برداشته بزنین است. در این جنایت زاده 26 ساله تاجیکستان را متهم نمودند که در منزل کشته شده ها ساختمانچی بوده است. بنابر اطلاع تفتیشات سبب
هشدار گویا پرداخت نشدن حق خدمت مهاجر است. تفتیشات از روی حادثه مذکور ادامه دارد. حامیان حقوق بازداشت مهاجران توجیک با جرم‌های گوناگون را همیشه زیر سوال میبرند و میگویند دادگاه‌ها در حالت‌های زیاد نسبت آنها بدون دلیل‌های ثابت حکم صادر می‌کنند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. یک سنجش وزارت کارهای داخلی در خدمات فروش شبکه‌های برق دوشنبه با مبلغ نزدیک 7 میلیون دلار تلف یافتن نیروی برق را آشکار کرده است. آشکارشوی تلفات هنگفت برق و عیبنامه دزدی پول در حالی است که قرض شرکت برق توجیک به بیش از 2.5 میلیارد دلار میرسد و سالهاست نمیتواند خودکفاف بشود. از طرف دیگر ساکنان در کشور این شب و روز از محدودیت در انتقال برق شکایت دارند. همکارم عبدالله شوروف این موضوع را تحقیق داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام و نخست درباره این مبلغ بگو که چگونه معین شده است. سلام شهلا. یک زمره سندها از نتیجه تفتیشات مقامات در شبکه‌های برق شهر دوشنبه روز 9 نوامبر دسترسی رادیو آزادی شد که در آن مفتشان از عمل یک گروه جنایی در این اداره خبر می‌دهند که از راه دزدی پول برق مبلغ‌های کلان به دست آوردند. به نوشته مفتشان، مسئولان بلندپایه شبکه‌های برق دوشنبه به حساب ورقه مشتریان صدها کیلووات ساعت نیروی برق را که آنها در اصل استفاده نکردند ضم می‌کردند. بعداً برق ضم شده را به گفته تفتیشات با تعریف صفر حسابی نموده، یعنی گویا مشتری برق رایگان گرفته است، کیلووات‌های برق تصرف شده را با مشتریان دیگر با تعریف‌های پست یعنی با نرخ ارزان فروخته مبلغ‌های کلان پولی به دست آوردند. در یک سند دیگر که دسترس رادیوی آزادی شد، عبدالرحمن علمشاهزاده معاون وزیر کارهای داخلی به میرزا اسماعیل زاده رئیس شرکت برق تاجیک نتیجه های سنجش فعالیت مالیوی شبکه‌های برق دوشنبه را ارسال نموده از تلفات بیش از 150 میلیون کیلووات نیروی برق به مبلغ 68 میلیون سومانی خبر می‌دهد. عبدالله، آیا نام این نفران معلوم است و مقامات در نسبت آنها تا کنون یگان چاره اندیشیده است یا خیر؟ بله شهلا، در سندهایی که دسترس رادیو آزادی شد مشخصا نام 3 نفر مسئولان بلندپایه شبکه‌های برق دوشنبه ذکر می شود. حالا به خاطر رعایت احتمالیت بیگناهی از بردن اسم این نفران خودداری می‌ورزیم، اما یک مهندس سابقه دار شبکه‌های برق دوشنبه میگوید رهبریت شبکه‌ها درباره جمع آوری مبلغ برق و همچنان شماره صدمه‌ها در خط‌های برق پایتخت بر رستم امامعلی میری شهر آمار بر دروغ پیشنهاد کردند، در حالی که وضع تشویش‌آور است. با گفته مهندس اهالی پایتخت بیناهای بلند آشانه سالهای آخر با سرعت افزایش یافته، سرباری در خطهای برق زیاد شده است. آشکار خلافکاری در شبکه‌های برق دوشنبه یک نهاد تابع برق تاجیک در حالی است که قرض این شرکت به حالت اولی سال 2020 به 26 میلیارد سومانی معادل 2.6 میلیارد دلار میرسد. عین زمان نرخ یک کیلووات ساعت نیروی برق برای اهالی 22.62 درم یا 22.3 سنت است، اما بانک جهانی میگوید این نرخ خراجات تولید نیروی برق را رویپوش نمی کند و باید نرخ نیروی برق بالا برده شود. فهمو تشکر عبدالله. و همان گونه که در بالا ذکر کردم 2 هفته به این طرف ساکنان نواحی تاجیکستان از کمبودی نیروی برق شکایت دارند. آنها میگویند از ساعت 8 سحر تا 17 شام انتقال نیروی برق قطع می شود و زندگی با چنین احوال مشکل است. به گفته مردم مقامات لیمیت نیروی برق را جاری نمودند و مقامات باشد در نوبت خود میگوید که هیچ گونه لیمیت نیست. برنامه خبری رادیو آزادی را ادامه میدیم. با وجود آن که نمایندگان وزارت دفاع از تقریبا پوره اجرا شدن نقشه دعوت تیرمایی صحبت میکنند، ولی همان حالتهای بازوری جلب نمودن نوسکران رو میزند. این نوبت درباره ساکنین شهر کلوب قصه میکنیم که موسم امسال نقشه های تحصیل و آرزوی دیر انتظاری شروع زندگی اولویش را به هم زده است. محمود جان رحمتزاده گزارش میدهد. شمایان را از این روز عبارتند امامعلی و سیمابانو را
توی امامعلی ولیев 2 روز بعدی به صف قواهای مسلح جلب شدنش با سر تراشیده برگزار شد. ولیев 26 ساله در شعبه روزانه دکترانتورای دانشگاه کلوب تحصیل میکند. تاریخی 23 که ساعت‌های تقریبا 4:30 بود که از کمیسریات حربی زنگ زدن که برادر شما رو ما با خدمت برادر ما زنگ زدن که ما رو از دکتر از کمیسریات گذرانده با خدمت حربی بودند. کار علمی امامعلی ولیев در باره بانک ها است. روز 23 اکتبر بعد بیرون آمدن از بانک اسخطه او را کارمندان کمیسریات به ارتش برده اند. این 2 نفری که این رو با طریق ابلاغ دستگیری کردند و اون گفتن که این شهادتنامه دکترانتور دارد و این شخصی که اونها رو راهنمایی میکردن گفت که با ما فرقش نیست، ما همین را میگیریم با خدمت حربی میبریم. در دانشگاه دولتی کلوب هم تصدیق کردند که امامعلی ولیев اون منجوی دانشگاه بود. در دانشگاه گفتند هر کاری از دستشان آمد کرده اند ولی اون منجو را برگرداندن نتوانستند. مسئولین گفتند که امامعلی ولیев بعد 1 سال خدمت میتواند آمده کارش را ادامه دهد. دعوای ناصر ولیев برادر امامعلی به صف ارتش جلب شدن برادرش نیست، بلکه برای اون است که کمیسریات حربی اجازتش ندادند تا که بعد جشن عروسی به صف قواهای مسلح رود. این خانواده میگوید که برای گذرانیدن توی 15,000 سومانی از بانک قرض گرفته اند. با وجود این ناصر ولیев تا حال رسما به جای شکایت نبرده است. کمیسریات حربی هم چیزی در این باره نگفته است، ولی بر اساس قانون جوانان تا 27 ساله باید در صف نیروهای مسلح خدمت کنند و امامعلی ولیев به حیث عنوانجو نباید به خدمت جلب شود. حالا امامعلی ولیев در واحد نظامی در ناحیه واسع خدمت میکند. ناصر ولیев میگوید برای برگردانیدن برادرش از راههای قانونی مبارزه خواهد برد. دوستان عزیز، حالا شما رو با کمک همکارانمان به سری تالار دعوت میکنیم که بیننده رو به یاد فیلم های معروف و تاریخی سالهای 70 عصر گذشته میبرد. در انبار لباس های توجیک فیلم هزارها پیراهن قدیمی و پایافزال نگهداری می شود. مسئولان میگویند برای حفظ این خزینه به یک مکان بهتر با شرایط موثر نیاز دارند. سروینازی روح‌الله و شهلای عبدالله موضوع رو ادامه میدهند. این تالار مد یا هنری دستی هیچ یک طراحی نیست. اینجا تالار لباس‌های قدیمی و تاریخی توجیک فیلم است که هنرمندان برای نقش آفرید در فیلم‌های مشهور توجیکی به بر کردند. حالا برخی از این لباس‌ها همچون نگاره یا اکسپونات و بعضی دیگر تا حال در فیلم‌های معاصر استفاده می‌شوند. 3000 زیاد است لباس‌ها. حاضرش به از فیلم رستم سهراب، قسمت شاعر، کینوی تاریخی هستند، بعد از فیلم های حاضر زمانه. موهیستان حالا برای تهیه فیلم نوبتی لباس انتخاب میکند. او میگوید قبل از نوارگیری فیلم با متن آن آشنا میشوند و در هماهنگی با کارگردان و رسام برای هنرمندان لباس انتخاب میکنند. ما فقط از همین خودمون استفاده میبریم، ما یک گمجا لباس نمیوریم، فقط از همین داخل کیناستودیا. این پارچه از فیلم هنری رستم و سهراب است. هنوز سالهای 70 عصر گذشته نواربرداری و روی پرده سینما آمده است. انا این پوستینی که میبینید پوستین از پلنگ است و این رو رستم در فیلم رستم و سهراب از شاهنامه همیشه در کتفش یا به حیثی لباس به بر میکرد. حالا تالار لباس‌های توجیک فیلم آثارخانه‌ای را میماند که بعضاً دانشجویان رشته‌های صنعت شناسی به تماشای آن میآیند. این تالار بیننده‌های خارجی هم داشته است. اصلا چورابینی ها بسیار می شود، چورابینی دیدار نمینوده بسیار می شود. مسئولی بینندگان عزیز، وقتی برنامه ما در این ثانیه ها به پایان می رسد، اخباری از این بیشتر چون همیشه می توانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. همچنین صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شماست. سپاس که طول این دقیقه ها با ما بودید و فراموش نکنید فردا باز برنامه های نو داریم. تا ملاقات فردا، خدا نگهدار هر یک شما عزیزان باشید.